سلام، خیلی خوش اومدین به کانال من. اگر الان این ویدیو رو داری گوش میدی بدونی یک تصمیم مهم داری که مدت هاست ازش فرار میکنی. تنبلی مشکل تو نیست، مشکلت اینه که میدونی باید چیکار کنی ولی انجامش نمیدی. بذار حدس بزنم، شاید گفتی فقط یه ویدیو ببینم بعد شروع میکنم. درسته؟ اگر الان شروع نکنی باور کن 6 ماه دیگه هم دقیقاً همین جایی. بیشتر آدما شکست نمیخورن، فقط واقعا شروع نمیکنن. مغزت عاشق تنبلی نیست، فقط از تغییر میترسه. تصور کن روی کاناپه لم دادی و هنوز پروژه‌ای که باید انجام بدی رو شروع نکردی. یه صدایی از درونت میگه اگر همین الان شروع نکنی دوباره فردا هم همینجا خواهی بود. پس بیا با هم یاد بگیریم چطور این نسخه پر انرژی خودمون رو فعال کنیم و تنبلی رو شکست بدیم. میتونیم راحت تنبلی رو از بین ببریم بدون پیچیدگی، بدون فشار اضافی، فقط با تکنیک هایی که واقعا جواب میدن. تنبلی فقط سستی نیست. مغز ما بعضی وقتا تلاش میکنه ما رو از کار سخت محافظت کنه. گاهی استرس داریم، انرژی کم داریم، هدف واضح نداریم یا ذهنمون خیلی پراکنده است. وقتی دلیل اصلی رو بفهمیم شروع کار راحت تر و انرژیمون خیلی بیشتر میشه. اینجا روش های خوبی رو با هم دیگه یاد میگیریم. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید چون میخوام چند تا تکنیک بسیار مهم رو براتون در آخر ویدیو توضیح بدم. حالا فکر کنیم که از امروز یا فردا شروع کردید و میخواید جدی کاراتون رو انجام بدین. از کم شروع کنید، از شروعهایی که خستتون نکنه. به جای اینکه بگید امروز کل پروژه، کل کارهامو باید انجام بدم، بگو امروز فقط چند دقیقه از کارهای مهم رو میخوام شروع کنم. مثل انجام دادن ورزشه که خیلی ها سختشون میشه انجام بدن، ولی اگر از کم شروع کنن، مثلا روزی 10 دقیقه، بعد از چند روز 10 دقیقه تبدیل میشه به 20 دقیقه و اینطوری میشه که مغز آماده میشه و حرکت ادامه پیدا میکنه. مورد بعدی که خیلی مهمه تمرکز روی یک کاره. وقتی صبح میخوای کاری رو شروع کنی، کارتو انجام بدی، از خودت بپرس امروز کدوم کار رو انجام بدم که بقیه کارها راحت میشه. وقتی روی همون کار تمرکز کنی تنبلی کمتری سراغت میاد. توی این بخش میخوام چند تا قانون رو براتون توضیح بدم. حتما انجامش بدین، خیلی تأثیر گذاره. قانون اول قانون 2 دقیقه‌ایه. یعنی اگر کاری کمتر از 2 دقیقه طول میکشه همون لحظه انجامش بده، حتی اگر سخت باشه. فقط 2 دقیقه شروعش کنی ادامه کار خودش آسان تر میشه. قانون بعدی قانون 5 ثانیه‌ایه. از 5 بشمار برای خودت و همون لحظه شروع کن. این کار باعث میشه مغز فرصت بهونه آوردن پیدا نکنه و با خیال راحت میتونی کارتو انجام بدی. مورد بعدی هر روز سخت‌ترین و مهمترین کارتو اول از همه انجام بده. مثال اول صبح قبل از هر کاری اون ایمیل سخت یا پروژه سنگینی رو که داری شروع کن. وقتی این کار رو انجام بدی کل روزت پر انرژی میشی چون سخت‌ترین مرحله رو قبل از همه کارت انجام دادی و تنبلی دیگه برات معنی نداره. در واقع تنبلی درون ماست. محیط و اطرافیان هم تأثیر دارن. پس سعی کن جاهایی که کاراتو انجام میدی صداهای مزاحم نباشه، شلوغی نباشه
و انرژی منفی دیگران تمرکز تو رو به هم نزنه. در این قسمت اون چند تا نکته مهم رو که اول ویدیو گلش رو براتون داده بودم رو میگم. خیلی جدی بگیرید، خیلی مهم هستن و میتونن واقعا کمکتون کنن. این موارد خیلی میتونن کمکتون کنن. اولیش اینه که موقعی که میخواید کاری رو شروع کنید، سعی کنید اون ابزاری که مانع شما میشن یا اون افرادی که بی موقع بدون برنامه‌ریزی با شما در ارتباط هستن اونا رو قطع کنید. محدود کنید گوشیتون رو، اعلان‌ها رو خاموش کنید. با افرادی که از قبل قرار ملاقات ندارید ارتباط برقرار نکنید. همه چی رو روی یک برنامه خاص و منظم بچینید. و اون لحظه حتی اگر زمان کمی هم باشه تمام تمرکزتون رو بگذارید روی کارتون تا نتیجه عالی بگیرید. مورد بعدی، اطرافیان الهام بخش انتخاب کنید. افرادی که انرژی و انگیزه دارن و شما میتونید با دیدن اونها امیدی داشته باشید برای آینده. و اجازه ندید افرادی کنار شما باشن که هر لحظه شما رو مایوس میکنن با حرفاشون، با رفتارشون، با نگاهشون و ناامیدی رو در شما به وجود میارن. از اونا دوری کنید. مورد بعدی، ابزارهای کوچیک مدیریت تمرکز همراهتون باشه، مثل دفترچه یادداشت، قلم و یا اپلیکیشن یادآوری که بتونید اهداف کوتاه مدتتون رو در طول روز که میخواید به اونا عمل کنید رو بنویسید تا فراموش نشه. و حتما تعاملات حواس پرتتو محدود کن. حتی چند دقیقه تمرکز پیوسته داشته باش روی کارت و اون لحظه رو فقط برای کارت اختصاص بده. این اثر فوق‌العاده‌ای داره. مورد بعدی اینه که اون چیزهایی که حواست رو پرت میکنن مثل گوشی کنار بذار. شبکه‌های اجتماعی رو ببند و در یک محیط مرتب سعی کن کارت رو شروع کنی، انجام بدی، چون محیط خیلی مهمه. وقتی تو محیطت مرتب باشه و به این ابزارهایی که حواستو پخش میکنن اعتنا نکنی، یک ساعت مشخصی اونا رو کنار بذاری، در واقع به خودت احترام گذاشتی و ارزش دادی برای خودت. نکته بعدی خیلی مهمه. صبح‌ها 10 دقیقه برای تمرکز و نوشیدن آب و نفس عمیق کافیه. ورزش کوتاه و خواب کافی هم میتونه انرژی شما رو افزایش بده و پیشگیری کنه از تنبلی. و این کار حتما برای خودت انجام بده. بعد از هر بخش از کاری که انجام دادی و موفق شدی و خوشحال شدی برای خودت جایزه بده. میتونه جایزتون یک استکان چای باشه، یک فنجان قهوه باشه و یا یک پیاده روی چند دقیقه‌ای مخصوص خودت. اینا شاید به ظاهر خیلی کارهای ساده باشن، اما واقعیت اینه که اینا باعث میشه مغزت تشویق بشه. خیلی افراد بودن که کارشون رو عقب مینداختن، امروز فردا میکردن و واقعا از موقعی که این تمرینات رو انجام دادن اول شاید سخت بود براشون، ولی بعد از 1 ماه متوجه شدن که خیلی پیشرفت کردن تو کاراشون و حس قدرت و کنترل کارهاشون بیشتر از گذشته شده. پس این تکنیک ها رو انجام بدین با شروع کوچک، تمرکز روی یک کار مهم، حذف حواس پرتی ها و افراد منفی و مدیریت محیط. باور کنید که تنبلی به سرعت کاهش پیدا میکنه. یادت باشه پیروزی های کوچیک قهرمانی بزرگی میسازن. پس همین الان شروع کن. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه. لطفاً کانال منو سابسکرایب کنید، لایک و کامنت یادتون نره. تا ویدیوی بعدی نسخه پر انرژی خودت رو فعال کن. خدا نگهدار.